سلام علیکم بینندگان گرامی دمی از صنافکه مکه ششتگی ما اون ساعت مکه را دیده ساعت افته است. باور که در همین اکران فقط سودان برآمده است. عذاب های مردم چه عذاب کشیده چه مشقت کشیده است. با والله قسم من در خانه الله هم من در همین در خانه الله قرار دارم. همین حالتی که بسر مردم سودان آمده است قسم به ذات پاک همین حالت در سر مردم تاجیکستان بود. حاضر در همین سودانی که در افریقا، همین دولت سودان در افریقا جنگ شهروندی رفته است برای وظیفه، ایش وظیفه بگیرم اوش وظیفه بگیرم، مقصد ایش مقصد چه برای وظیفه. همین حالت در تاجیکستان ما بود. باور کنید همین همین نورآباد ما در همین نورآباد زندگی میکنم. حوزای ناحیه نورآباد پری مرده شدگی بود. هر یک جوان مرده را کشتگی که بنام رضوانش آمد تمامی مردم کشت. همین جوان مرده ناحیه نورآباد قریب یک بربش در همین کشت در یک جا در قولا توپ کردیم. چگونه همین حالتایی که دیدیم همین حالتا. ملا عبدالله آمد همچنین هم مراکش مردم از ظلم کردن ستم کردن. باور کنیم میبینیم میگم الله بزرگ مهربان در آن همه جا دعا میکنم که هرگز این حالتی که بسر مردم تاجیک آمد خدایا خداوند این روزا نیاره. با والله قسم همسایه خودمون میومدن غم میدادن. من میده بودم بچه که میده بودم ای قشلاق میومدن ایجا رقم میدادن ای جا میرفتن اوجا رقم میدادن. سبحان الله همه مسلمان بوده نیکی خیلی که او حالتایی که حاضی مقصد بچه کلان شدیم مادم کلان شدیم همون حالت حاضی دیاد میارم میگم نگه که همه حالت مردم تاجیک که ما در عذاب و شکنجه بود. حتی ما تقویمت ملیچه کار میکرد اوگلانی بود در قرغن در همین قرغن میگه در کدام بانه همین قرغن حتی اولادهای مردانگی را میبریدن میپرتستن. اولادها رو ایش میکشته ایشا کلوبی میگفته ایش میکشته میگفته غرمی با همین گونه مردم در بین مردم تفریخه انداختن. مقصد مردم کشتن. برای همین برادران عزیز همه وقت ای همه گونه حزب و حرکت هایی که میبروین احتیاط کنین. مقصد دیگه این کاری که بسر مردم اومد چه بسر مردم سودان اومدگی همین کار دیگه در همین وطن ما نشوه. همه وقت وطن خودمون در هر گوشه و کناری که دنیا که باشیم باید وطن خودمون محافظت کنیم. برای همین یک جهان تشکر. کدامی که مرا فهمید الله برکت شده. ممکن است بیاف شود انسان ها یاف شود که با مقابل همین سخنان ما با کامنتاری های بزه بنویسن نه که همون انسان ها مقصد خواهینن دل غش دارن. کسی که به همین وطن عزیز ما دل غش داره الله خور و ذلیلش کنه. ما طرفداریم که همیشه وطن عزیز ما همه که پابرجا باشه و صلح و ثبات باشه. زد رفته سن برادرو همه جا ششتم باور که بهد زیق شدم بهد همین حالت ها قسم به ذات پاک در تاجیکستان ما همین حالت ده. الله یار مددگار همه تو باشه. زنده و سربلند و خانه آباد باشه.